رسا گماد خو مجاهدین و خرسای قطبی میگفتن و اصلا انسان نبود. تمام دار و ندار ما را از بین بردن، علمای ما را شهید کردن. کسایی که از 15 شریعت خارج شده بود بسیار با فن بودن، تبلیغ و دعوت میکردن، او را شهید کردن. طالب العلم شهید کردن، مدارس رو بند کردن، حتی کاریزا رو بند کردن، بناهای دولتی رو خراب کردن. در آخر و در اول خانه های مسلمانان رو خراب کردن. در منطقه که جنگ میشد یک نفرش که مردار میشد، اما منطقه را کلش بمبارد میکرد، زیر بمباردمان میگرفت و را کلش از بین میبرد. آر رسا باید در بازسازی افغانستان کمک کنه و این حق مسلم ماست. وطن ما خواه آباد، ما خود نخواسته بودیم، خودش حمله کرده.